доштанд муҷозот шаванд. خب باری دیگر سلام میفرستم به بینندگان عزیزی که همین لحظه ها به ما پیوستند و فکر میکنم مشکلی صدای ما رفت شده باشد و حالا شما صدای من را خوب میشنوید. شالو گلخوجه هستم چون همیشه ساعت 10 به وقت پراگ در روبروی شما با سرخط خبرهای روز و همه شما از اون رو در پخش مستقیم برنامه خبری ما انتظار میادتون نرود. ساعت 1 به وقت پراگ و ساعت 2 به وقت روسیه تقدیم شما خواهد شد و باید بگم که در برنامه امروز خبر و گزارش‌های زیاد داریم که میخواهم به سهم شما برسونم و شروع میکنم از یک نوار پرسر و صدا که در چند روز اخیر واکنش‌های زیاد را به بار آورده است. جنایتکاران جزا داده شوند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف نامه نوشته خواست جنایتکارانی که در علت و کوبی بیرحمانه مجری که احتمالاً تاجیک از شرکت داشتند مجازات شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بعد نشر نواری دهشت با رهبر این نهاد واکنش نشان داده است. نواری صحنه علت و کوبی بیرحمانه یک مرد و زخمی کردن او با کارد از سوی چند جوان در روسیه چند روز این جانب در شبکه‌های اجتماعی میچرخد و طوری هم در بالا گفتن واکنش‌های تند و نگرانی کاربران و مهاجران تاجیک را به بار آورد. اما با این هم تا هنوز معلوم نیست که حادثه کی و در کدام منطقه روسیه اتفاق افتاده است. همچنین معلوم نیست تقدیر آن مرد مهاجر چی شد. ما این موضوع را حتما پیگیری داریم و در برنامه خبری تفصیلات میدهیم برایتون و فکر میکنم تو 3 ساعت دیگر شاید تفصیلات نو به دست ما خواهد رسید. باز مارشировка. این شب روز هزارها دانشجویان در شهر کولوب به مارشировка جلب شدند. تمرین برای اشتراک در برنامه‌های جشن استقلال در کولوب از ماه ایول امسال سر شده است. بعضی از دانشجویان گفتند حتی با آنها بهای امتحان سال خوانش گذشته را نگذاشتند به شرط آنکه اول در مارشировка اشتراک کنند. اگر برنامه امروز رو تماشا کنید میتوانید صحبت خودی دانشجویان رو ببینید. ضمناً در گذشته نه تنها والدین و کارشناسان علایده بلکه سیاستمداران نیز در مورد خلل وارد کردن راهپیمایی‌های دانشجویان اظهار نظر کرده بودند. از جمله محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و رئیس سابق دوشنبه سال 2012 هم در یک مجلس شهری گفته بود که خوانندگان مکتب‌ها نباید در ساعت‌های درسی به مارشировка جلب شوند. همچنین در برنامه امروز از راه‌های ویرانه موضع سرحالی خرنگان برای شما خواهیم گفت که به قبل ساکنان ماشین‌های بارکش راه‌ها را به چنین وضعیت رساندند. این ماشین‌ها به کارخانه سمنت دوشنبه ده‌ها تن سنگ می‌کشند و یک مشکل دیگر به گفته ساکنان رفت آمد این ماشین‌هاست که برای کودکان مکتب رو خطرناک می‌باشد. زور می‌رود بگوی امروز هواپیمای شرکت تاجیک ایر به فرودگاه دمدید و پرواز انجام بدهد. به همین ترتیب تاجیک ایر بعد از 8 ماه پروازهای خود را به سمت مسکو از سر میگیرد. فروش بلیط ها از چند وقت پیش راه اندازی شده و ارزش آن از یک طرف 2844 سومانی مقرر شده است و باید گفت که هواپیماهای تاجیک ایر از ماه ینور امسال به این طرف با سبب بد بودن وضع مالیوی شرکت پرواز نمی‌کردند و گزارش آزادی نتیجه داد. 2 هفته قبل گروهی از نوبینایان ناراضی ادعا کرده بودند که رهبریت حوزه جمعیت رای آنها را به فایده خود می‌دزدد و چند سال دیگر بیکار و دستنگر می‌گذارد. ولی بعد نشر مطلب در رادیو آزادی و شکایت گروه نوبینایان به وزارت عدلیه باعث آن شد که نتیجه جلسه 2 هفته قبل بیکار و انتخاب وکیلان از نو برگزار گردد. چون این موضوع را در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد و بینندگان عزیز روز نو آغاز شده است و خبر گزارش‌های زیادی دیگر در پیش است که اگر برنامه خبری رو تماشا کردید در پخش مستقیم و اگر نتوانید ثبت آن را در آزادی ویدیو ببینید شما نیز میتوانید در جریان تحولات تازه تاجیکستان و جهان باشید. ما شما رو منتظر هستیم و بار دیگر یادآور میشم که همکاران ما وابسته به نواری علت و کوبی مهاجر از سوی اسکینخیت‌های روس در روسیه تفصیلات را دنبالگیری دارند و ما حتما در این باره برای شما در برنامه خبری معلومات خواهیم داد. ما را تماشا کنید.